لیلا خب تو باید حرفای منم بشنفی دیگه. باز کن بابا، باز کن. سلام. سلام.
میدونم از من ناراحتی، رنجیدی، دلخوری، هرچند نمیدونم حق داری یا نداری، ولی بابا من هر کاری میکنم به خاطر خودت. هرچی که میگم به خاطر خیر و صلاح خودت هست و بچت. اگه شنیدن بعضی از حرف و حدیثا برات سخته، برای من سخت‌تره. درد و رنجش برای من بیشتره، ولی نه بیشتر از وقتی که تو با من قهر کنی، حرف نزنی. من طاقت دیدن ناراحتی تو ندارم لیلا، ندارم. خیلی بی‌معرفتی بابا، خیلی. چرا گریه میکنه؟ نمیدونم، دلش درد میکنه. دارو دادی بهش؟ نه میرم میگیرم. یه دقیقه اینجا باشید، من میرم میگیرم. جونم عزیزم. نه میگیرم خودم. خب پس اینو بدش من. برو زود بیا. جونم 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 جونم. مامانی زود بیا، مامانی زود بیا. جونم جونم. جایی میری بابا؟ میرم داروخونه. خب بذار میرسونمه. لیلا خانم. سلام. سلام. کجا؟ میرم داروخونه، بچه دلپیچه داره. بیاین بالا خودم میرسونم. نه ممنون، خودم میرم. 2 تا چهاره بالاتر. باشه خوب، مسیرمه. بفرمایید. خیلی آخه نداره، ما غریبه نیستیم که. بفرمایید. از حاج آقا چه خبر؟ خوبه. منظورم شما و حاج آقاست. متوجه نمیشم. خیلی سال حاجی رو میشناسم، اونقدر که انگار از یه خانواده. این روزا کار و زندگیمون همش با همه، واسه همین حرف دلی زیاد داریم. همه چی حاجی بهم گفت. در مورد شما، تصمیمتون، آیندهتون. همین. این تصمیم من نیست، تصمیم حاج آقاست. بله خبر دارم. میدونم چقدر سخته براتون. خب معلومه شما به گذشته فکر میکنید، به آقا حامد، به این کوچولو. ولی خب بالاخره هیچ کس نمیدونه من چه حالی دارم. من کاری به بقیه ندارم، اما من خودم درکتون میکنم. بارها تو خلوت خودم بهتون فکر کردم. ببین لیلا خانم، حامد مثل داداش من بود. عین چشام دوستش داشتم.
الانم این حامد بچه‌شو این بچه خودم میدونم. پس باید حرفمو بفهمی. معلومه که میفهمم. اصلا گاهی اوقات فکر میکنم اگه جای شما بودم چیکار میکردم. ببینید آدم فکر میکنه بعضی وقتا هرچی خودش میگه درسته، بقیه یا اشتباه میکنن یا حق ندارن. الان هم حاجی حق داره هم شما حق داره. حاجی هم بد شما رو نمیخواد، خیر و صلاحتون رو میخواد. من خودم خیر و صلاحمو میدونم، نیازی نیست کسی واسم تصمیم بگیره. خب البته شما ماشاءالله هم عاقلین هم بالغ. ببخشید منم اگه چیزی گفتم چون احساس کردم از یه خانواده. شایدم حاجی ازتون خواسته که با هم حرف بزنید. نه والله حاجی هم چیزی از من نخواسته. اصلا شاید خودش هم نیاد که من دخالت بکنم. اصلا بهتره که در این موردم خبر نداشته باشه. من خودم حس کردم بایستی کمکتون کنم، باهاتون حرف بزنم. لیلا خانم من بیشتر عمرمون تنها زندگی کردم، فقط خودم بودم و خودم، نه کسی نه عشقی نه چیزی، هیچ. واسه همین کسایی که تنها هستن خوب درکشون میکنم، میفهم چه حالی دارن. تنهایی خیلی بده لیلا خانم، خیلی طول کشید تا فهمیدم فقط باید زندگی کرد. فقط زندگی لیلا خانم، فقط زندگی. اما من نمیخوام به خاطر دلخوشی کس دیگه یه طور دیگه زندگی کنم. خب معلومه بایستی هم همین کارو بکنین. شما فقط بایستی به خاطر خودتون زندگی کنین، خودتون، خانواده‌تون، بچه‌تون، کسایی که دوست دارین، کسایی که دوستتون دارن. یه چیزی خدمتتون بگم، تنهایی خیلی بده، اصلا چیز خوبی نیست. مرد و زنم نداره، چه من باشم چه شما. اینو تو گوشتون فرو کنین. یه چیزایی هم راجع به خودم بایستی براتون بگم. در مورد چی؟ در مورد خودم، زندگیم، کارم. بایستی. بله؟ همینجا بود، رد کرد. اینجاست؟ کجا؟ شما بشین من میرم. میرم خودم. نه دیگه قرار شد خودم و تنها رفتم این چیزا نباشه. بشین الان من میرم. کجایی تو حالا؟ چهارراهی نداشت، مجبور شدم برم جای دیگه. بیا عزیزم. میگم شاید لازم باشه ببریمش دکتر، اینطوری هم خودش اذیت میشه هم بچهش. اون با این چیز اذیت نمیشه. شریفه علی دلم از تو خونه، خون. خودت تمومش کن، یه جوری تمومش کن. از امروز به بعد نمیخوام حرف و حدیث تو کوچه خیابون باشه، نه پای یه غریبه تو این خونه. به جان حامدم علی. خوابید، مراقبش باشید. کجا؟ میرم پیش حامد. خیلی خوب، صبر کن منم میام. میخوام تنها برم. یعنی چی که تنها برم؟ نمیشه که تو از این ور شهر تا اون ور شهر تنها. بفرمایید بفرمایید. من باش میرم.
سلام آقای توفیق. بله همه خوبن. ممنونم. نه لازم نیست تشریف بیارید منزل، همون مؤسسه خوبه. بله دوشنبه هم روز خوبیه. خواهش میکنم. در پناه خدا. همیشه تظاهر میکردم تو هستی. احساس میکردم مثل وقتایی که داشتم کار میکردم یواشکی نگاه میکردی. الانم یه گوشه وایساتی داری نگاه میکنی، ولی انگار همه چی واقعیه. انقدر واقعی که میترسم. حامد میترسم بابات کاری که میخوادو بکنه. من یه بار دلم مرده. حامد اومدم گلگی بابات. من همیشه بهشون گفتم چشم، گفتم باشه بابا هر چی شما میگی، ولی دیگه نمیتونم. این دفعه حامد، این دفعه من نمیتونم به حرفشون گوش کنم. اونا میخوان منو از تو دور کنن، میخوان من از خونمون برم. میگن به خاطر توه، میگن دوباره باید زندگی کنی. حامد نمیدونن زندگی من تویی. اومدم باشون حرف بزنی، اومدم به بابا بگی تو که همیشه بلد بودی کارا رو درست کنی. حامد تو بهشون بگو منو از خونمون بیرون نکنن. من که غیر تو کسی رو ندارم. من که همه کسم رفتن. حامد باشون حرف بزن. حامد با بابا حرف بزن. من میخوام سایه تو همیشه بالا سرم باشه. حامد بگو به بابا. میخواد تو رو از خونت بیرون کنه دخترم؟ ما؟ تو راجع به ما چی فکر کردی؟ راجع به خودت چی فکر میکنی؟ تو دختر مایی، پاره تنمونی، عزیز دلمونی. مگه بعد حامد ما به جز تو و مهتاب کیو داریم؟ من تمام دار و ندارمو به پای تو و بچت میریزم، جونمو فدات میکنم.
لیلا، مگه مهتاب که رفته سر خونه و زندگی از ما دوره؟ جلوی خود حامد قول میدم که نذارم از من دور شی. اگه حرفم حرف بود. سلام. سلام. از سوسن خبری نیست؟ بعد اون روز نیومده دیگه. تلفنش هم خاموشه. ای بابا. باشه. به کارت برس. چشم. سلام آقا، خیلی مخلصیم. خوبین؟ ماشین عوض کردی؟ از برکت شما حاج خانمه. دست حاج خانم مثل دست شما پربرکته. خدا را شکر از معامله شیرخشکا سود خوبی گیرمون اومد. مبارک انشالله. سلامت باشین. حاجی گفتم شریک حاج علی آقا بایستی یه چیزی در خور شأن و منظرت شریکش سوار بشه. اینی که یکم ولخرجی کردم، قابل نداره. آدم هرچی سن سالش میره بالاتر بیشتر میفهمه که برای زندگی به چیزای ساده نیاز داره. بله. یه خونه کوچیک راحت، یه نون حلال، یه میز که کسایی که دوستشون داری، خانوادت با دلخوشی دور هم جمع بشی. قربون درنت هاش. راستش منم این ماشین رو واسه همین خریدم که دورش رو گل بزنم و ایشالله قال قضیه رو بکنیم با کمک شما. البته سلامتی و خوشی انشالله. حاج خانم منتظر چشم بفرمایید. باید اعتراف کنم که من فکر نمی کردم این کار همچین سودی داشته باشه. اختیار دارین حاج خانم. عرض کردم خدمت حاج آقا هم گفتم این از خیر و برکت اموال شماست. بنده که کاری نکردم. شما اگر میذاشتید که ما با قیمت بازار ما نمیتونیم این کارو بکنیم. بله خب همینطوری عرض کردم من باب مثال. بفرمایید اینو بدم خدمتتون. بفرمایید شما. دستشون. این شیرینی خوردن داره. اینو پیشنویس قرارداد جدید خدمت شما. قراره چند پارت دیگه وارد بکنیم. حاج خانم جنس بیشتر قیمت کمتر. چرا؟ خب دیگه قرار شد که کارهای اداری و قانونیش با شما باشه، بیزینسش به عهده ما. بالاخره حاج خانم ما 4 تا تجربه از حاج آقا تو کار بازار یاد گرفتیم دیگه. چشم. من اینا رو سر فرصت مطالعه میکنم. اگه نکته‌ای نبود امضا میکنم. امان از محکم کاری شما. در ضمن حاج خانم تو قرارداد جدید 2% هم سهم مؤسسه رو بیشتر کردن. دست شما درد نکنه. نه منتی نباشه. خدا شاهده از اول قصدم این بود بدم خدمت آقا حامد. خب قسمت نشد. حالا میتونیم بدیم به لیلا خانم و بچهش. ما خودمون حواسمون به لیلا خانم و بچه هست. دست شما درد نکنه. همون روال قبلی هم بهتره. چشم. با اجازه. ماشاءالله حاج خانم خیلی جدی هستن. من فقط میخواستم یه خدمت کوچیکی کرده باشم همین. ما هم اگه دستمون به جای بند شده به خاطر همین جدیت حاج خانومه. بله البته.
یعنی ما هم اگه بخوایم تو کارمون موفق باشیم باید همین راه و روش شما رو بریم؟ راه آسونی نیست. یادم خیلی ها به من میگفتن به اون جایی که میخوای نمیرسی. عجب. حاج آقا درست میگفتن؟ آره، من خیلی جلوتر رفتم، خیلی. اما تو این راه باید حواست به خیلی چیزا باشه، علل خصوص به خودت، چون ممکنه کارهای کوچیک سوء تفاهم‌های بزرگی رو به وجود بیاره. حاج آقا ببخشید، واقعا سوء تفاهم شده. بنده قصدم فقط خوبی کردن بود. اما یه وقتایی بهتره آدم به جای دیگران به خودش خوبی کنه، مراقب رفتار خودش باشه. با توفیق حرف زدم، یه سوء تفاهم بود که حل شد. حالا دیگه حد و حدود خودش رو میفهمه. اکبر قرار محضر گذاشته فردا برای ارث و میراث حامد. میخوام تا هم باشی شریفه. حالا بودن من لازمه؟ آره لازمه. نمیخوام لیلا حس کنه کسی دلش به این کار نیست. تو باشی دلش قرص میشه. زنها وقتی دلشون قرصه که مطمئن باشن که پشتشون خالی نیست. یهو چشم نکنن ببینن زیر پاشون خالی شده. لیلا باید مطمئن باشه که اونجا خونشه برای همیشه. این سوسن هم که بر نمیداره. نگرانشم. چشم به هم بزنی میبینی پسرت بزرگ شده، رشید شده، قد کشیده. بهتون حسودی میشه که یه دل سیر حامد رو دیدی. آدم هیچ وقت از دیدن بچهش سیر نمیشه. وقتی بچم بزرگ شه، اگه یه وقت ازم بپرسه بابام چطوری زندگی میکرد، نمیدونم چی جوابشو بدم. بابا تو زندگی هیچی گم شدنی نیست بابا. این بچه هم بالاخره خودش راه خودش رو پیدا میکنه، این حامد که پیدا کرد. من میخوام این حامد بزرگ شه، اما نمیدونم چطور. همه میگفتن حامد این منه، اما بچه از مادرش یاد میگیره. حتی اینکه چطور شبیه پدرش بشه از مادرش یاد میگیره.
این بچه حقشه که خوشبخت زندگی کنه بابا، شاد خوشحال. برای اینکه خوشبخت باشه اول باید ببینه که مادرش خوشبخته، شاده، خوشحاله. برین خوب بخوابین. حالا بریم بالا خوب استراحت کنیم. فردا باید بریم محضر. بابا ما با هم حرف زدیم لیلا. من حساب و کتابشم کردم. تقریبا 2/3 مال اموال من میشه ارث حامد. همش میشه به نام تو و حامدت. چرا فکر میکنید من با پول خوشحالم؟ پول چیز بدی نیست بابا. شاید خوشبختی نیاره ولی چیز بدی نیست. کار آدم رو میندازه. من فقط میخوام بدونی هر کاری که میکنم، اصرار به هر چیزی که دارم، فقط و فقط هدفم خوشبختی توه، نه چیز دیگه. برو خوب بخواب. شب بخیر. شب بخیر. بفرمایید اینجا رو امضا کنید. اصلا انگشت رو بذارید. ممنون. مبارکتون باشه. بفرمایید نازا باشه. امر دیگه نیست، کار دیگه نباید انجام. نه خیر، سند آماده شد، زنگ میزنم خدمت. خیلی ممنونم. خداحافظ. علی جان، تربور فروشی نگهدار برای شام خرید کنیم. شام که امشب پای لیلاست. چشم، من میپسم. نه دیگه، پخت و پس که نه. امشب باید ما رو مهمون کنی رستوران درست حسابی. اونم چشم. میگم شریفه چطوره به مهتاب و محسن هم بگیم بیا؟ مهتاب دیگه تا الان باید رسیده باشه. خیلی خوب، پس بعد مسجد میریم رستوران مهمون لیلا خانم و آقا حامد کوچولو. بله. خیلی وقت هم هست که نرفتیم.
حاج علی یه عرضی داشتم. چطوری توفیق؟ سلام علیکم. بذار باشه فردا کارخونه. کاری نیست. خیره ایشالله. بله ایشالله. قبل نماز داشتم با حاج آقا صحبت میکردم. عجله ندارین که؟ نه بیا بشینیم یه جایی بیا. این هم عروسشونه که میخوان شوهرش بدن. آره خودشه. عجب دور زمونه ای شده. ببین عروسه چه بلایی سرشون آورده که میخوان زودتر از شهرش خلاص شن. آره نذاشتن لاغر سالش تموم بشه. کاش میرسونم میشه مردم و فنجا. نه قربونت برم. برای چی؟ اینجا خونه خداست. هر کسی که رو لبش ذکر نباشه دهنش لقه. ذکرتو بگو. بله عرض میکردم در مورد سهم سال و مال و این چیزا با حاجی صحبت میکردم. خب یه کلیتی برام محاسبه کرد بابت خمس اموال. عرض کردم خدمتشون که اگر مشکلی نیست یه بخشش بدیم به مؤسسه حاج خانم. چه بهتر. البته جای دیگه هم هست که اگه بخواین. نه دیگه اینجوری خیالمون راحته که جای درستی هزینه میشه. بعدش هم حاج علی من که غیر از شما و حاج خانم کسی رو ندارم. ولی تقصیر خودته دیگه توفیق. تنهایی رو انتخاب کردی. یه گوشه واسه خودت زندگی میکنی. از زن و زندگی هم فراری هست. والا چه عرض کنم شما که غریبه نیستی. من خودم هم دیگه خسته شدم. پس خبراییه. انگار قضیه جدیه. خب بله جدیه. یه مدتیه که ذهنمو بد جوری درگیر کرده. هی میخواستم با شما صحبت کنم اما نمیشد. یعنی خجالت میکشیدم که بگم. مگه پسر 14-15 ساله هستی توفیق؟ اصلا من خودم واسه آستین بالا میزنم. مگه ما چند تا توفیق داری؟ دم شما گرم حاجی. حقیقتش اینه که یعنی حالا که شما اینقدر به من لطف و مرحمت داری میخواستم باهاتون حرف بزنم. در چه موردی؟ در مورد لیلا خانم. لیلا بله لیلا. میخواستم لیلا خانم ازتون خواستگاری کنم. البته اگه شما اجازه بدین و صلاح بدونین.
علی جان چی شد؟ بریم خونه. دعا هنوز شروع نشد. شریفه بریم خونه. دختر کجاست؟ لیلا کجاست؟ صداش کن بریم خونه. چشم. ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر شب هست و فردا نیست اگر راهی به رویا نیست چه آهوها که در چشمان لیلا نیست اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر از شکوه لب بستم سکوتم را تماشا کن کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن اگر